یه موضوعی هست در مورد قرآن که متاسفانه بین ما بد جا افتاده یا کج‌فهمی شکل گرفته. این هستش که فکر می‌کنیم که قرآن یه کتابیه مثل سواد، در حالی که قرآن یه قانونیه برای اجرا. میرم سر اصل مطلب. تو آیه 275 سوره بقره خداوند اومده گفته که دار و ستد و حلال و ربا رو حرام اعلام میکنه. و موضوع عجیبتر اینه که تنها قوم، تنها افراد، تنها مردمان، تنها دینی که این قانون رو داره اجرا میکنه یهوده و همونطور هم که شاهدین بیشتر ثروتمندا از یهودی‌ها هست. این نشون دهنده چیه؟ آیا اونا به قرآن اعتقاد دارن ندارن؟ اصلا به ما ربطی نداره. اونا مگه مسلمانن؟ اونا مگه شیعه‌ان؟ اصلا ربطی به این چیزا نداره که. قرآن گفتم یه قانونه، هر کسی اجراش کنه برده. حالا شما فقط توی دنیا قوم یهود رو می‌بینی که داره به این قانون اجرا میکنه. به خاطر همونه که بیشترین ثروت رو خودشون داره. چرا؟ چون اینا معتقدن که تجارت ثروت بیشتر میکنه، نه سرمایه‌گذاری توی بانک.